اگر تا حالا با من بودی میدونی اینجا دنبال قصه و ترس نیستیم. اینجا دنبال چیزایی هستیم که واقعا وجود دارن، حتی اگه هیچ کس جرأت نکنه راجبشون حرف بزنه. امشب قراره بریم سراغ یکی از اون موجوداتی که نصف دنیا از اسمش میترسه، ولی جادوگران قدیم باهاش کار میکردن. موجودی که هم نابود میکرد، هم محافظت، هم جن بود، هم خدا. اسمش پازوزوه. من داریو هستم. خوش اومدید به آکادمی جادو. هر چیزی در جهان باستان روح داشت. وقتی انسان هنوز فکر نمی کرد مرکز جهانه، میدونست که هر باد، هر موج و هر سنگ آگاهی مخصوص به خودش رو داره. و در آن دوران که هنوز اسمی از دینهای امروز نبود، جادو زبان زمین بود. و در قلب تمدن‌های باستانی بین النهرین، سومر، بابل، آشور، یکی از قدرتمندترین و عین حال ترسناکترین نیروها در قالب موجودی زنده شکل گرفت. پازوزو. پازوزو سان آف هنبو. اسمش در لوح‌های آشوری اومده. پازوزو پسر هنبو، پادشاه بادهای جنوبی. در زبان باستان هنبو یعنی نفس نخستین، یعنی ریشه هوا، پدر بادها. پازوزو فرزند مستقیم نفس زمین بود، نه از گوشت و خون بلکه از جریان و صدا. در الواح بابل نوشتند او که بر باد فرمان میراند، دروازه های زمین را برای عبور نفس باز می کند. برای همینه که درک پازوزو بدون درک مفهوم باد ممکن نیست. باد در آن دوران فقط هوا نبود، واسطه بود میان زمین و آسمان، میان انسان و خدایان. و هرگاه باد تغییر میکرد، مردم میدونستن چیزی در تراز جهان عوض شده. اما باد جنوب که پازوزو در آن میزیست متفاوت بود. باد جنوب در بین النهرین بادی گرم و خفه بود. بادی که از بیابانهای عربستان می آمد و بیماری، تب و گرد و خاک می آورد. مردم می گفتند درون این باد روحی سواره و آن روح پازوزو بود. در ظاهر اون دشمن انسان بود. چهره‌ای با دندانهای بیرون زده، چشمانی فرو رفته، بدنی ترکیبی از انسان، حیوان و پرنده و دم مار. ولی جادوگر میفهمید که این ظاهر برای ترسوندن نیست، بلکه برای نشون دادن ترکیب نیروهاست. چهره شیر نماد آتش و اراده، بالهای عقاب نماد باد و آزادی، بدن انسان نماد آگاهی و دم مار نماد زمین و انرژی نهفته در عمق ماده. پازوزو یعنی ترکیب چهار عنصر در یک شکل، یعنی تعادل درون آشوب. در الواح سومری از او با دو لقب یاد شده: پادشاه بادهای جنوب غربی و فرمانروای دیمنهای طوفان. در نگاه دینی این عنوان وحشتناکه، اما در نگاه جادویی یعنی قدرت مطلق حرکت. هیچ چیزی در جهان بیشتر از باد خالص و آزاد نیست. هیچ خدای رسمی باد را فرمان نمیده و پازوزو تجسم همین آزادی است. در شهر نینوا در حفاری های قرن 19 لوحهایی پیدا شد که روی اونها دعایی به پازوزو نوشته شده بود. در یکی از اونها اومده بود: ای پازوزو، باد جنوب، تو که آتش را به زمین میآوری، از خانه من بیماری را ببر. این دعا نه از روی ترس بلکه از روی احترام نوشته شده بود، چون مردم میدونستن پازوزو هم میتونه ویران بکنه هم شفا بده و همین دوگانگی اون رو از دیگر نیروها متمایز میکرد. پازوزو همیشه یه دشمنی داشت به نام لیلیتو. لیلیتو روح مؤنثی بود که شبها بر سر نوزادا می اومد، باعث تب، بیخوابی و مرگ می شد. اما عجیب این که مردم برای محافظت از کودکانشون در برابر لیلیتو مجسمه پازوزو رو بالای گهواره آویزون می‌کردن.
یعنی برای محافظت از شر از خود شر استفاده میکردن، چون میدونستن فقط نیرویی از جنس تاریکی میتونه تاریکی رو پس بزنه. همینجا بود که پازوزو تبدیل شد به نگهبان مرزها، مرز بین جهان ارواح و جهان انسان. نه فرشته بود نه دیو، بلکه چیزی میان این دو. و جادوگرها میدونستن هر چیزی که در میان باشه مقدسه. در کتابخانه سلطنتی طلسم‌هایی پیدا شد که تصویر پازوزو رو در بالای کتیبه داشت، با دست رو به بالا و عبارت من پازوزو هستم، پسر هنبو، بادهای شر را از خانه دور میکنم. در باستان هیچ کس چنین چیزی رو از یک دیمن انتظار نداشت. اما حقیقت پازوزو همین بود، او محافظ بود، ولی از جنس آشوب. پازوزو در واقع یکی از معدود دیمن‌هاییه که مردم هم از اون میترسیدن و هم به اون ایمان داشتن. او در نظر جادوگران نه دشمن بشر بود نه دوستش، بلکه ناظری قدیمی بود که فقط به توازن اهمیت میداد. اگر نظم به افراط میرفت او طوفان میفرستاد، اگر آشوب بیش از حد میشد او باد آرام می آورد. در بین کتیبه ها جمله ای هست که جادوگرها هنوز ازش استفاده میکنن: پازوزو، باد را بوزان تا جهان تراز شود. یه جمله ساده ولی درونش یه راز عمیق است، چون در جادو باد یعنی آگاهی، وقتی پازوزو میوزه یعنی آگاهی در حرکته. حالا اگه به اون زمان برگردیم میبینیم که هر کائن یا جادوگری که با باد کار میکرد به نوعی با پازوزو در تماس بود، حتی اگه اسمش رو نمیبرد. اونها میدونستن در هر طلسمی که با تنفس آغاز میشه پازوزو حضور داره، چون هر نفس باده و هر باد بخشی از اون. در آیین‌های قدیمی برای آرام کردن باد یا بیماری، کاهن روی پشت بام میرفت، صورتش رو به سمت جنوب میگرفت و میگفت: ای پازوزو، باد را آرام کن، نه با قدرت بلکه با آگاهی. بعد دستانش را بالا می برد و با اولین بادی که بر صورتش میوزید آیین تمام می شد. نه شمعی نه قربانی، فقط آگاهی. و این یعنی پازوزو از همان آغاز دیمنی بود که در درون انسان ها نفس می کشید. درک تاریخی پازوزو یعنی درک اولین شکل از جادوی طبیعی، اون زمانی که جادو هنوز از زمین جدا نشده بود و دیمنها فقط نیروهای بینام طبیعت بودند، نه دشمنان انسان. پازوزو یکی از اولین نیروهای آگاه طبیعت بود. پازوزو فقط یه موجود نیست، یه حضوره، دیمنی که از دل باد متولد شد و هیچ وقت نمرد. در همه متون باستانی هیچ اشاره‌ای به مرگش نیست، چون باد نمیمیره، فقط شکلش عوض میشه. در نگاه جادو موجودات در دو دستن: اونهایی که ساخته ذهن انسانن و اونهایی که پیش از انسان وجود داشتن. پازوزو از دسته دومه، یه دیمن پیشا انسانی، قدیمی تر از کلمه، قدیمی تر از دعا و ترس. همونطور که اشاره کردم در جادو بهش میگن آگاهی متحرک، یعنی اون در هیچ نقطه‌ای ثابت نیست. هر کجا باد حرکت کنه پازوزو هم اونجاست. اما پازوزو فقط باد نیست، اون روح باد در حالت بیداریه. در متون آشوری اون رو به عنوان پادشاه بادهای سرکش یاد میکنن، اما این لقب معنایی دقیق تر داره. پازوزو نگهبان تعادله. هر وقت نیروها در جهان از توازن خارج میشن اون حرکت میکنه تا تراز رو برگردونه، حتی اگر اون توازن با طوفان به دست بیاد. جادوگر وقتی با پازوزو ارتباط میگیره در واقع داره با نیرویی صحبت میکنه که نظم رو با آشوب تصحیح میکنه. و این چیزی نیست که ذهن معمول بتونه درک بکنه، چون ذهن دنبال آرامشه، اما جادو دنبال آگاهیه، حتی اگه اون آگاهی از دل طوفان بیاد. در آیین‌های پیشین پازوزو رو با چهره‌ای وحشتناک تصویر می‌کردن تا به انسان یادآوری کنن هر نیروی قدرتمندی در ظاهر ترس پنهانه. ترس اولین آزمون ارتباط با باد بود. اگر از چهره باد بترسی نمیتونی صدایی درونش رو بشنوی. به همین دلیل تصویر پازوزو یه طلسم بود،
نه برای راندن ترس، بلکه برای مواجهه با اون. چهره اون مثل آینه‌ایه که ترس‌های خودت رو برمیگردونه. بهش نگاه کنی در واقع داری خودت رو میبینی. اون بخشی از خودته که هنوز رام نشده و به همین دلیل در جادو بهش میگن آینه دیمنها. پازوزو نگهبان اون بخشی از ذهن که ازش فرار میکنی. انرژی پازوزو نه سرده و نه گرم، بلکه متغیره. در یک لحظه میتونه هوای ساکن رو بلرزونه و در لحظه بعد همه چیز رو به سکون برسونه. درک این انرژی مثل درک روح زمینه، بی پایان، نامرئی و زنده. در آینه‌های بین النهرین باد فقط هوا نبود، باد نفس خدایان بود و پازوزو فرزند اون نفس بود. هر وقت دعا یا وردی خونده میشد، کلمات با باد حرکت میکردن. به همین دلیل بعضی از کاهنان بهش میگفتن پازوزو حامل صدا، چون باور داشتن اوست که صدای انسان رو به لایه بالاتر میبره. پازوزو 3 قدرت اصلی داشت: حرکت دادن نیروهای راکت، محافظت از مرز میان زندگی و مرگ و آشکار کردن ترس‌های پنهان انسان. هر 3 در جادو کاربرد دارن. حرکت یعنی تغییر، محافظت یعنی آگاهی از مرز و آشکارسازی یعنی رهایی. در کتیبه ها پازوزو رو همیشه با دست بالا نشون میدادن. اون حرکت سمبل فرمان باد بود، اما در جادو معنای دیگه ای داره. من مسیرم رو میدونم ولی حرکت از آن باد است. یعنی تسلیم آگاهی، نه تسلیم ترس. پازوزو فقط بر باد حکومت نمیکرد، بلکه بر چیزی عمیق‌تر، بر هوشیاری، اون چیزی که بین دنیاها حرکت میکنه. وقتی جادوگر آیین اجرا میکنه، ریچوال اجرا میکنه، یه لحظه هست که فضا ساکت میشه، زمان کش میاد و هوا سنگین میشه. اون لحظه لحظه حضور پازوزوه و اگه گوش بدی صدایی نمیشنوی، اما یه حس واضح، یه نگاه، یه حضور، یه باد که از درونت عبور میکنه، نه برای تخریب بلکه برای بیداری. در نگاه جادویی دیمنها موجودات تاریکی نیستن، بلکه نیروهای طبیعی هن که درکشون از بین رفته و پازوزو یکی از اون نیروهایی که هنوز زنده است، چون هنوز کسی نتونسته فراموشش کنه. هر بار که طوفان شروع میشه، هر بار که باد داغ و سنگین میوزه، هر بار که شعله شمع در آیین یا در ریچوال ناگهان میلرزه، جادوگر میفهمه پازوزو در حال عبوره، نه برای تهدید بلکه برای تعادل. در بعضی از متون گفته شده او دروازه میان زمین و آسمانه، یعنی هم با ارواح زیر زمین در تماسه، هم با بادهای بالایی. پازوزو میتونه از هر دو جهان عبور کنه بدون اینکه به یکی تعلق داشته باشه و این دقیقاً همون چیزیه که جادوگر باید یاد بگیره، چطور در مرز زندگی کنه. جادوگرهای باستان میگفتن کسی که با باد کار میکنه باید سکوت رو بشنوه، چون درون باد پازوزو فقط با صدا حرف نمیزنه بلکه با حضورش، اما حضورش رو حس میکنی نه اینکه بشنوی. در تمرین‌های قدیمی وقتی شاگردی میخواست باد رو درک کنه، استاد اون رو توی بیابون میبرد، بهش میگفت صبر کن تا باد بیاد. نه برای خنک کردن بلکه برای گفتن. شاگرد مینشست ساعتها، گاهی روزها فقط گوش میداد و وقتی بالاخره در باد صدای خودش رو شنید، استاد میگفت اکنون پازوزو از تو عبور کرد. پازوزو یعنی فهمیدن اینکه هیچ چیزی در طبیعت بیجان نیست. هر حرکت باد حامل آگاهی است و هر آگاهی خودش نوعی جادوست. در دنیای مدرن خیلی‌ها پازوزو رو به عنوان سمبل ترس میشناسن، اما در جادو ترس فقط یه نشونه است که میگه اینجا آگاهی نهفته است و پازوزو استاد همینه. یاد میده چطور درون طوفان معنا پیدا کنی. وقتی ذهن درگیر آشوبه، وقتی احساس میکنی هیچی ثابت نیست، اون لحظه در واقع پازوزو داره کار میکنه، نه برای ویران کردن بلکه برای حرکت دادن. اون باد درونه، نه دشمن بیرونی. و این راز پازوزوه، او از بیرون نمیاد، از درون بیدار میشه. هر وقت درونت ساکت و راکت شد، اون میوزه و تو یا باهاش میرقصی یا در مقابلش میشکنی. احضار و ارتباط پازوزو در هیچ کتابی آموزش داده نشده، چون هیچ کس صاحبش نیست. اون نه روح خدمت، نه دیمن تحت فرمان. اون باده و باد از هیچ کس دستور نمیگیره.
این یعنی تنها راه ارتباط با پازوزو هم ارتعاش شدن با اونه، نه احضار کردنش. تو نمیتونی باد رو صدا بزنی تا درون اتاقت بیاد، ولی میتونی پنجره رو باز کنی. ارتباط با پازوزو هم دقیقا همینه، باز کردن درهای درون تا اون عبور کنه. در دوران آشور و بابل کاهنان از مجسمه های کوچک برنزی استفاده میکردن. تصویر پازوزو با بالهای باز، دهانی باز و چشمانی تیز. اما مجسمه ها رو توی خونه ها دفن میکردن یا بالای درها نصب میکردن برای حفاظت در برابر ارواح بیماری و بادهای تبسا. در ظاهر طلسم محافظ بود، اما از نگاه جادو اون مجسمه فقط یک کانال بود، شکلی که حضور پازوزو بتونه از طریق اون جریان پیدا کنه. در یکی از لوح‌ها اومده پازوزو بگذار باد از میان سنگ عبور کند. جادوگر میدونه معنیش چیه، یعنی اجازه بده نیرو از جسم عبور کنه، چون جسم فقط ظرفه نه مرز. در آیین‌های امروزی وقتی کسی با انرژی باد کار میکنه، در واقع در حال لمس همان اصله: حرکت، جریان، آگاهی. پازوزو همیشه در جایی حاضره که حرکت وجود داره. اگر در مراسمی همه چیز ساکت باشه، بی جان باشه و مصنوعی باشه، نمیاد. اما اگر آتش نفس بکشه، اگر صدا در هوا بلرزه، اگر فضا زنده بشه، باد عبور میکنه و حضور اون حس میشه. تو بعضی روایت ها اومده وقتی پازوزو حضور داره دما تغییر میکنه، باد میوزه در جایی که نباید، شم بی دلیل لرزش میکنه، میرقصه، یا صدای سنگین نفس از دیوارها برمیگرده. اما جادوگر میفهمه این نشونه ترس نیست، تأییده. پازوزو با نشانه ها حرف میزنه، نه با کلمه. او در ناهماهنگی خودش رو نشون میده، در صدای نامنظم، در تغییر، در تکان ناگهانی شعله. و هر بار که حس کردی نظم محیط شکست، بدون که حضور در حال عبوره. در جادوی باستان باد عنصر پیام بود. در مراسمی خاص کاهن می ایسته پشت بخور، دود بالا میره و باد اون رو میبره. میگفتن پازوزو دعا رو میبره، در واقع باد واسطه آگاهی بود. همین اصل در تمام آیین‌های واقعی تکرار میشه: نفس، دود، صدا، هر سه حاملند و پازوزو در هر سه نفس میکشه. در بعضی سنت‌های قدیمی باور داشتن پازوزو نه دشمن خدایانه و نه بنده اونها، بلکه چیزی بین این دو، ناظر و حافظ قانون طبیعت. توی طلسم اومده او نگهبان مرز است میان نظم و آشوب. و این دقیقا همون جاییه که جادو اتفاق میفته، مرز. جادوگر واقعی میدونه در تعادل باید ایستاد، نه در نور مطلق، نه در تاریکی مطلق. پازوزو دقیقا نماد همین تعادله. وقتی باش کار میکنی یعنی داری یاد میگیری چطور وسط آشوب بایستی و نلرزی. اون بهت یاد میده چطور قدرتت رو از ترس جدا کنی. در جادو هیچ چیز خوب یا بد نیست، فقط جریان هست. پازوزو یعنی جریان آگاهی. وقتی چیزی در زندگیت ایستاده و فاسد شده، او میوزه تا توازن برگرده. گاهی این بازگشت دردناکه ولی همیشه واقعی. در تجربه جادوگرها پازوزو زمانی ظاهر میشه که شاگرد از مرحله درخواست گذشته باشه. او فقط با کسانی کار میکنه که خودشون حرکت رو آغاز کردن، چون باد فقط چیزهای در حرکت رو حمل میکنه، نه چیزهای راکد. وقتی او عبور میکنه حیوانات ساکت میشن، هوا سنگین ولی زنده میشه. این نشانه حضورشه و هر جادوگر اگر با گوش درون گوش بده میفهمه کجا حضور داره. پازوزو نه برای نابودی اومده، نه برای خدمت. اون اومده تا بیدار کنه و این تفاوت اصلی اون با بقیه دیمن هاست. او هرگز از درون اطاعت نمیخواد، بلکه از تو میخواد خودت رو ببینی و اگر تونستی تحملش کنی. در لحظه حضور او ذهن دو نیم میشه، یک طرف ترس، یک طرف قدرت، و تو باید از میان اون عبور کنی بی اون که هیچ کدوم رو انتخاب بکنی. در خیلی از ریچوال ها و جادوهای محافظتی پازوزو به عنوان شاهد استفاده میشه، نه ابزار. یعنی کسی نمیگه که پازوزو محافظ من باش، میگفت پازوزو گواه آگاهی من باش. یعنی کسی از اون نمیخواد که کاری انجام بده، بلکه از اون میخواستن که حضورش رو ثبت کنه و حضور خودش بزرگترین حفاظته. در جادو محافظت یعنی بیداری، نه دیوار. وقتی بیداری هیچ چیزی نمیتونه در تو نفوذ کنه و پازوزو بیداری مطلقه. توی بعضی ریچوال ها برای
دعوت حضور باد از یک سری بوهای خاص استفاده میکردن: بخور گوگت، رزین درخت سبز و خاکستر چوب خشک، چون هر سه عنصر حرکتن. این ترکیب در هوای داغ بویی داره شبیه صاعقه و میگفتن اون لحظه اگر هوا تغییر کنه باد نفس کشیده. پازوزو بیشتر برای پاکسازی سطح ذهنی و انرژی محیط استفاده میشه، اما نه با سوزوندن یا دعا، با حرکت دادن انرژی ساکن. وقتی که عبور بکنه همه چیز سبکتر میشه، نه به خاطر لطف بلکه به خاطر جریان. توی جادوها و ریچوالهای شخصی اگر کسی توی مسیر بیداریش، توی مسیری که داره قدم برمیداره گیر کنه، اگر احساس کنه انرژی سنگین شده و دیگه نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه پیش بره، پازوزو همون نیرویی که از درون مسیر رو باز میکنه. اما اگه دروغ بگی، مقاومت کنی، باد تبدیل به طوفان میشه. برای همینه که در تمام اسطوره ها از اون میترسیدن، چون همیشه حقیقت رو برمیگردونه. پازوزو فقط با صداقت پاسخ میده. اگر خودت رو پنهان کنی اون تو رو برملا میکنه، اگر ترست رو انکار کنی او به چشمت میاره، چون وظیفه اون نمایان کردنه. و این یکی از بزرگترین اسرار در مورد پازوزوه. اون هرگز دروغ رو تحمل نمیکنه، نه در وردت، در اسپلت، نه در نیتت و نه در روح. وقتی کسی از باد میترسه باید بدونه که باد از اون نمیترسه، از دروغش میترسه. و پازوزو هم همینه، اون فقط از انسان دروغین و دروغگو میگریزه. توی پایان هر ریچوال وقتی هوا دوباره آروم شد، جادوگر میگه که باد رفت ولی آگاهی ماند و این یعنی آیین کامل شده. پازوزو ردی نمیذاره جز تغییر. اگر تغییر رو حس کردی، حتی بدون نشانه بیرونی، بدون که اون از تو عبور کرده. هر بار که هوا وارد ریت میشه و بیرون میاد، تو بخشی از اون رو درونت حس میکنی، حتی اگه اسمش رو ندونی، حتی اگه آگاه نباشی. جادوگر میدونه که باد فقط عنصر نیست، عنصر زنده است، آگاهی متحرکه. و وقتی میگیم پازوزو دیمن باده، منظورمون یه موجود با بدن و چنگال نیست، بلکه یه حضور بی جسمه که بین ماده و روح در حرکته. در واقع پازوزو ذهن زمینه وقتی که در حال تنفسه، ذهنی که هیچ وقت ساکت نمیشه، ذهنی که در قالب باد از درون همه چیز عبور میکنه. و اگر درک کنی که این باد درون تو هم هست، اون موقع میفهمی چرا جادوگرا میگن پازوزو بیرون نیست، از درون برمیخیزه. و حالا سایه پازوزو، لوبوبو. در زبانهای کهن لوبوبو یعنی بازمانده باد، آن چیزی که پس از رفتن طوفان باقی میمونه. نه خود تندباد، بلکه اثر عبور، خاک نمناک، صدای لرزان پنجره، بوی فلز در هوا، ردی که دیده نمیشه اما احساس میکنی هست. اگر پازوزو طوفان باشه، لوبوبو خاک بعد از طوفانه، شاهد خاموش تغییر. در بعضی روایت ها میگن هر کجا پازوزو بگذره لوبوبو میماند تا حافظه را نگه دارد. انرژی از بین نمیره بلکه شکل عوض میکنه. بعد از هر بحران، هر بیداری، هر تب، چیزی در تو میمونه و آن چیز لوبوبو نام داره. جادوگران کهن بعد از باد می نشستن روی خاک تازه و به نقش‌هایی نگاه می‌کردند که باد کشیده بود. خطوطی مثل رد بال یا چین موج. آن خطوط رو پیام می‌نامیدند. پیام چه؟ پیام تغییر. لوبوبو به آنها یاد میداد که هیچ ضربه ای بی‌معنا نیست. هر زخم درسی به جا می‌ذاره. هر لرزش آگاهی تازه. لوبوبو معلم خاموش پس از طوفان. امروز هم لوبوبو برگشته، شکل عروسکی که در شبکه‌های مجازی میچرخه، چهره‌ای که هم خنده میاره هم یک جور لرزش مبهم. بعضی شوخی میکنن، بعضی جدی میترسن، اما آنچه جذب میکنه نام کهن است، نه پارچه و نخ. ناخودآگاه جمعی هنوز میشناسدش. بازمانده باد. انسان وقتی با آن چهره مواجه میشه در واقع با خود بازمانده خودش روبرو میشه، با بخشی که از طوفان عبور کرده و هنوز خاک نمناک درونش رو با خود داره. در این نگاه لوبوبو نه شیطان است نه طلسم، یادآور است، یادآور اینکه چیزی از تو باقی مانده. همین باقی مانده ماده خام بازسازی توست. پازوزو میآید، میوزد، میشکند، لوبوبو میماند، نگاه میکند، میروید.
این دو با هم چرخه جاودان تغییر را می‌نویسند. اگر بخوام این دو را به زبان ساده جادو جمع کنم، پازوزو فریاد بیداری است و لوبوبو سکوت فهمیدن. یکی تکان دهنده، دیگری نگه می‌دارد. یکی مثل ضربه نخستین، دیگری مثل نفس عمیقی که بعدش میکشی. و جادوگر میان این دو میایستد، نه طرف ترس، نه طرف انکار، طرف شناخت. پس وقتی از پازوزو حرف میزنم، منظورم فقط یک موجود باستانی نیست. دارم از قانون باد حرف میزنم. قانونی که میگوید برای دیدن باید چیزی حرکت کند. و وقتی از لوبوبو حرف میزنم، منظورم حافظه است که بعد از حرکت میماند تا معنا را نگه دارد. این دو زیر نام‌ها و تصاویر همان دو حقیقت قدیمی هستند که هنوز کار میکنن. تغییر و یاد. من داریو هستم از آکادمی جادو. اگر شبی بادی بی دلیل زد به پنجرت و شعله‌ات لرزید، فقط نترس. یک لحظه سکوت کن، گوش بده. شاید چیزی از دور دست‌های خاک و آتش دارد صدای قدیمی را به یادت می‌آورد. اینکه پازوزو در باد نیست، در آگاهی است. و هر که باد را بشنود از آن نمی‌ترسد، او را می‌فهمد.